اگه من این ویدیو رو توی دوره نوجوانی میدیدم خیلی زودتر به چیزی که الان هستم میرسیدم. پس اگه توی بازه 14 تا 18 سالگیتی حتما این ویدیو رو ببین. توی این بازه سنی اولین چیزی که سراغت میاد شک به خودت، به مسیرت و هر کاری که داری انجام میدی. چون اینجوری که این کاری که من دارم انجام میدم چه جوری میخواد اون آدم خفنه رو بسازه، چون تو داری آینده رو میبینی و توی این سن اکثرا تو در زشت ترین حالت خودتی، توی بد موقعیت ترین حالت خودتی، کمترین پول ممکنو داری، کمترین سواد ممکنو داری و مجموعه اینا میشه نسخه‌ای که در هر صورت نمیتونه نسخه پیرامید باشه. و اینجاست که میدونی چه اتفاقی میفته. تو شروع می‌کنی به شک کردن به اون مسیری که داری میری. میگی که خب من الان اینجام این مشکل رو داره، چرا بدنم خوب نیست؟ ولی موضوع اینجاست که تو 17 سالگی دلیلی نداره بدن خوبی داشته باشی. تو 16 سالگی، 14 سالگی سن بدن خوب داشتن نیست اصلا. و تو اون لحظه اینجوری که نه من چرا کارم درست نیست، کجای کارم ایراد داره، هی مسیر رو عوض بکنم و تو از این شاخه میپری به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، یه بار میری سراغ ورزش، یه بار میری سراغ درآمدزایی، یه بار میری سراغ درست و این پرشا بیشتر به خودت آسیب میزنه و این شکه میاد تو دل تو، این دوران رو برات سخت‌تر میکنه و باعث میشه که خیلی سخت اون آدمی که میخوای ساخته بشه. چون اون آدمی که میخوای دقیقاً بعد 18 سالگیته و این وسط یه واژه پرشی هست که این شکه اجازه نمیده درست ازش رد بشی. تو درست اون تایملاین رو جابجا نمی‌کنی. حالا سوال اینجاست که آقا این شکی که وجود داره و هست تو دل من و تو دل تو از کجا میاد؟ این شکه از اونجایی میاد که تو شروع میکنی به مقایسه کردن خودت با بقیه. حالا 2 تا قضیه داریم اینجا. یه دونش میشه مسیری، یعنی از لحاظ مسیر خودتو مقایسه میکنی، یه دونش میشه جایگاهی. حالا من میخوام دونه دونه اینا رو برات توضیح بدم. از نظر جایگاهی اینجوریه که تو شروع میکنی به این که خب این یارو چرا از من پولش بیشتره. یکی رو میبینی میگی که این چجوری از من بهتر آهنگ میزنه، این یارو چجوری از من داره بیشتر پول در میاره، چجوری بدنش از من بهتره. و این سوالا همش تو ذهن تو، هی با خود با اونا مقایسه میکنی و هی شک میکنی به مسیرت، به کاری که داری انجام میدی و اینجوری که من اون بهترینه نیستم، اینا از من بهترن، چرا این از من جلوتره. یا تو مثلا یکی رو میبینی که 1 سال از تو جلوتره ولی درآمدش از تو بیشتره، یا اون کاری که تو داری میکنی و خیلی بهتر از تو انجام میده و تو اونو با خود مقایسه میکنی و دوباره اون شک میاد. ولی قضیه اینجاست که تو نباید خودتو با اون مقایسه بکنی، چون این 1 سال میتونه به اندازه 10 سال تو رو از اون آدم جلو بندازه و تو داری خودتو با یه یاروی مقایسه میکنی که شاید خیلی ضعیف‌تر از توئه و صرفا به خاطر اینکه یک جایگاه متفاوتی داره، به خاطر خانواده‌ای که داره، به خاطر شرایطی که داره و هزار تا مسئله دیگه، خودتو کنار اون آدم میذاری و شروع میکنی به مقایسه کردن، در صورتی که این قضیه اصلا درست نیست و تو نباید بذاری این شک ورود بکنه به دلت. قضیه بعدی که وجود داره اینی که مسیر هر آدمی اصلا متفاوت. اون مسیری که یکی پیش گرفته شاید اینی که یارو میخواد موزیسین شه، یارو عاشق گیتاره، شاید تویی که داری این ویدیو رو میبینی عاشق گیتاری و کلا مأموریتت اینه که گیتاریست شی و اگه میخوای گیتاریست شی قضیه تو و مسیری که داری پیش میگیری کلا با مسیر آدمی که دلش میخواد پولدار بشه فرق میکنه. یه سری بچه‌ها هستن از همون 14 15 سالگی اصلا به خاطر شرایطی که داشتن جوری بزرگ شدن و جوری فکر کردن کلا فقط پولو میخوان. یه سری هستن موزیکو میخوان، یه سری هستن تبع ادبی دارن، دنبال ادبن، دنبال شعرن، دنبال معارفن و هزار قضیه دیگه. پس هر کسی تو کار خودش قراره پیشرفت کنه. مسیر هر کسی متفاوته. قراره چون یه نفر تو موزیک خوبه تو هم پس حتما باید تو موزیک خوب باشی، یکی تو کامپیوتر خوبه تو هم حتما باید تو کامپیوتر. یارو استعدادشو داره مسیرشو میره، تو هم تو مسیر خودت قدم بردار. خب مسیر خودت رو با مسیر یکی دیگه مقایسه نکن، چون وقتی مقایسه بکنی یه سری چیزا این وسط هست که تو نمیبینیشون، یه شرایطی هست که متفاوته و برای تو این قابل دیدن نیست، برای هیچ کس قابل دیدن نیست، چون هر کسی زاویه زندگی خودشو میبینه و وقتی این شرایط رو نتونی ببینی یه مشکلی پیش میاد، اونم اینه که این شکه به دلت ورود پیدا میکنه. حالا میخوام همه اینایی که بهت گفتم رو بذاری کنار و بیایم سراغ یه بخش اصلی، بخشی که برمیگرده به تجربیات خود من تو این سن. من اگه بخوام برای تو یه نصیحت داشته باشم که زندگی منو اگه یکی اون موقع بهم میگفت از این رو به اون رو میکرد، اینی که تو این سن دنبال این نباشید که پرفکت باشید.
سعی نکن که بهترین باشی تو همه چی. اصلا بهترین بودن رو نخواه، اینقدر ایدئالگرا نباش. دنبال این باش که تجربه به دست بیاری. الان میخوام موضوع رو برات بازش بکنم. توی این سن من اینجوری بودم و تو هم قطعا اینجوری، که چون کسی که داره ویدیوی منو نگاه میکنه قطعا دنبال اینه که بهترین باشه، اینجوری که هر چیزی هم که هست کافی نیست، بیشترشو میخواد. چون من همچین آدمیم. تو داری آدمی رو نگاه میکنی که مدلش اینه، همیشه بیشتر میخواد. و تو این سن توی یه شرایطی هستی که خیلی پیچیده است. تو ایران مخصوصا درس ملاکه، پول ملاکه، بعد با توجه به استانداردهای زیبایی که اومده حتی استایلت ملاکه و اینا رو هم دیگه باعث میشن که تو از شرایطت همش ناراضی باشی، همش اینجوری باشی که من چجوری میخوام اون آدم خفنه رو بسازم. ولی قضیه اینجاست که تو فقط باید تجربه بکنی. به این چرت و پرتا گوش نده. یه سری میگن آقا نه تو باید از این سن شروع بکنی، ورزش تو بکن، پول باید در بیاری، فلان، چرت و پرت. تو فقط یه کار باید بکنی، اینی که این نوجوانیه رو زندگی بکن. چون زندگی کردن این نوجوانیه باعث میشه یه آدم وحشتناک توی 18 سالگی از جامعه بیاد بیرون. از 14 سالگی تا 18 سالگی فقط توی یه مسیری، اون همینی که داری مثل چجور بگم، مثل خمیربازیه، انگار میخوای شکل بدی اون آدمی که قراره بشی. پس این آدمی که قراره بشی با چرت و پرت شکل نده. تو حتی میتونی گیم بزنی، بازی کنی، تجربهش برات با ارزشه. میتونی یکی از مأموریتات این باشه که تو مدرسه جز خفن ترین بچه‌ها باشی. میتونه یکی از مأموریتات این باشه که بری یه لواشک رو بخری 5000 تومان، بیای تو مدرسه 7000 تومان بفروشی. این میشه مأموریت تو. این میشه تجربه هایی کسب بکنی که اون آدم رو میسازه. برو تو اجتماعت، رو لباست کار کن، سعی کن ورزش دنبال بکنی، یه ورزش حرفه مثلا بسکتبال، فوتبال یا هر ورزش دیگه، چیزایی که به تجربه اضافه میکنه. هر چیزی که به تو تجربه اضافه میکنه مفیده برات، چون اینا همش رو هم جمع میشه و یهو بعد از 18 سالگیت میزنه بیرون. چون یهو میشین اون آدمه، یعنی یهو همه چی انگار میدونی صفر میشه، مثل یه مجسمه میشه، فعلا قابل انعطافه، همش میتونی باش بازی بکنی. یعنی که افکار تو خیلی خوب مدیریت کن، نذار از دست در بره. همون شکایی که گفتم نباید بذاری مانع بشن تو کارت، نباید بذاری که بیان و اون آدم خفنه رو مهارش بکنن. بهترین حالتی که میتونی اون آدم خفنه رو بسازی اینه که فقط نوجوان خفنی باشی. سعی نکن جوون خفنی باشی، سعی نکن بزرگسال خفنی باشی، نوجوان خفنی باشی. این نوجوان خفن بودن به این نیست که بری اشغال زیاد بکنی یا فلان بکنی. این یعنی همه چیت به اندازه باشه. وقتی میری یه جایی بگه این بچه رو دیدید، این بچه با همه فرق میکنه، این یه بچه منحصر به فرده. پس یه بچه منحصر به فرد باش و این منحصر به فردی رو تا وقتی ادامه بده که اون آدمی که میخوای قرار باشه بیاد تو جامعه. پس اینقدر نگرانش نباش، اینقدر به خودت شک نکن، به مسیرت ایمان داشته باش. هر چیزی رو که احساس میکنی باعث پیشرفتت میشه امتحان کن و اون آدم خفه نباشه.